اولین کاری که از نگاه ما حکومت بعد از رحمانلوف باید بکند، باید در 100 روز اول گزارش بدهد به ملت در یک پرس کنفرانس آشکار که در مسئله مبارزه با فساد و اصلاح وضعیت چی کار کرد. نه اینکه 10 سال منتظر باشد بگه که اکنون من نو حکومتداری رو یاد گرفتم، اجازت بدهید به من که باز 10 سال دیگر اکنون کشور رو اداره کنم. نه، اون کسی که سر قدرت میاد باید الکی تیار باشد، برنامه داشته باشد، تجربه داشته باشد، دیدگاه روشن داشته باشد که بیاد به سر قدرت و در 100 روز اول کارهای عملی انجام بدهد، به ملت گزارش بدهد، به خصوص در مسئله مبارزه با فساد، با کروپسیون. اولین کاری که ما خواهیم کرد در آینده انشاءالله این از بین بردن همین نهادی به نام گیا مبارزه آگنتی ضد کروپسیون که یکی از فساد زده ترین نهاد در تاجیکستان همین خودش است. باز تکرار میکنم، یکی از فساد زده ترین نهاد در تاجیکستان همین آگنتی ضد کروپسیون است. پس این آگنتی باید که در آینده از بین برود و این صلاحیت ها باید پوره داده شود به پروکراتور، به امنیت، به وزارت کارهای داخلی و اینها اگر مسئولیت خود را از روی قانون و کنستیتوسیون انجام بدهند دیگر ضرورت به این نهادهای تکراری و زیادتی در کشور نمیماند. و یکی از کارهای دیگری که ما در آینده خواهیم کرد این قبول یک چند قانونی خیلی هم جدی هست که تمام این زمینه خویش و تبارچگی و سوء استفاده از منصب را از بین خواهد برد و جنایت های مالی بخصوص سوء استفاده از منصب، غصب منصب و خویش و تبارچگی، کروپسیون را برابر با جنایت های سنگین خواهد بود، وگرنه پیش روی این دزدی را، پیش روی این فسادکاری را با اون شکلی که امروز رحمانلوف کرده ایستاده است پیش روی این را گرفته نمی شود که بیاد در یک جلسه حکومت هر کی را که دلش بخواهد بگه که خب جوان هستی چون شناسی ما هستی و یگان نزدیکی داری ما تو را بخشیدم، وگرنه جای تو کنج زندان است. و از همه مهمش ملت عزیز، اگر ما و شما واقعا میخواهیم پیش روی دزدی را بگیریم باید به منصبدار، به حکومتدار اجازت نداد که قدم اول را بگذارد. اگر شما با او اجازه دادید که برای یک سپرافکا از شما پول گرفت، برای یک جای کار، برای حالا هر از مرز گذشتن، برای پاسپورت از قانون بیرون پول گرفت، پس بدانید که ما و شما خودمان یک منصبدار را تبدیل به یک دزد بزرگ کردیم. اگر پیش راه رحمانلوف را 10 سال پیش، 15 سال پیش ملت میگرفت، پیش راه وزیران را میگرفت، امروز ما به این حالت نمیرسیدیم. بنابر همین باید که حکومت بعدی از روز اول، از ساعتهای اول به مردم اثبات کند، نشان بدهد که در مبارزه ضد فساد و دزدی و کروپسیون خیلی جدی هست و باز تکرار میکنم در 100 روز اولش باید که گزارش اول رو به ملت ارائه کند. اگر ملت متقاعد شد، دید که کارها پیش رفته ایستاده است، خوب است، اجازت میدهد که باز مسئولیتش رو انجام بدهد. اگر که دید که نه، این هم کارهای رحمانلوف رو تکرار کرده ایستاده است، در همون 100 روز اول باید که خلاصه‌اش رو نسبت این حکومت جدید هم ملت برآورد.